السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوی را که روبرو میبینیم کوی احد است و این مسجد هم مسجد سید الشهدا و این میدانی را که روبرو میبینیم اینجا غزوه مشهوری به نام غزوه احد در سال 3 هجرت این غزوه در اینجا به وقوع پیوست. غزوه میانی مسلمانان که تعدادشان در ابتدا 1000 نفر بود و 300 از اینها به شیطنت عبدالله بن ابی منافق رئیس منافقا از مسیر راه واپس شدند و مشرکین هم جانب مقابلشان 3000 نفر در اون موقعیت مقابل طرف باغا قرار داشتند به قیادت ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و سلم تنظیم لشکر خود را به این قسم کردند که پشت خود طرفی کوی احد گذاشتند و روشان به طرفی مشرکین روبرو مشرکین اینجا قرار داشتند و 50 نفر تیرانداز را بر سری کوی جبل رمات، فعلا ما در جبل رباط قرار داریم، این جبل رمات است. اینجا 50 نفر به قیادت عبدالله ابن جبیر گماشتن و اینها را امر کردن که ما اگر شکست هم میخوریم یا اینکه پیروز هم میشیم شما از اینجا پایین نشین و ما را از پشت سر حمایت کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم صفوف مسلمانان را تنظیم کردند و مشرکین همچنان صفشان را تنظیم کردند. از طرف مشرکین قهرمانی به نام طلحه بن ابی طلحه العبدری بیرون شد و طلب مبارزه کرد. در مقابل از او زبیر رضی الله عنه، زبیر بن عوام پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد، استاد شد و ایره از بین برد، کشت. بعد از او یکی پی دیگری از مشرکین بیرون شدن و مسلمان ها اونها را از بین بردن. جنگ میان مسلمانان و مشرکین در این وادی در میدانی به وقوع پیوست و در ابتدا مسلمان ها پیروز شدند بالای مشرکین و مشرکین فرار کردند به طرف باغها. مسلمان ها مصروف غنیمت جمع کردنی غنیمت از مالی که از مشرکین مانده بوده او را جمع میکردن. باز کسایی که سری کو بودن اینها دیدن که اینها مشغول جمع کردن غنیمت است، اینها هم یعنی وسوسه‌ای در دلشان افتید و یک تعدادشان تقریبا 40 نفر اینها پایین شدن، هرچند که امیرشان زیاد نصیحتشان کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما شما امر کرده تا با وقتی که ما پیروز میشیم یا شکست میکنیم شما از این سری کو پایین نشین. اینا گپی امیر خود شکستن و پایین شدن و خالد ابن ولید در او زمان مشرک بود و این ترصد داشت، انتظار داشت که از پشت کو دور کنه و مسلمان ها را اینجا محاصره کنه. دیگر دید که تعدادی نفرها کم شدن و از پشت کو برگشت و تعداد کمی مسلمان ها که 10 نفر بودن به قیادت عبدالله بن جبیر در مقابل از اونها ایستاد شدن. یکی پی دیگری همه شهید شدن و بعد از او توانستند که مسلمان ها را در این منطقه محاصره کنند و در اینجا در این محاصره دندان رسول الله صلی الله علیه و سلم شهید شد، شکست و چهره مبارک زخم برداشت و تعداد زیادی از صحابه کرام شهید شدن، تقریبا 70 یا 70 بالاتر سیرت نویسا ذکر میکنن. و بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم به اطراف خود جمع کردن و به طرف داخل امودره عقب نشینی کردن و اونجا موقعیتی که داخل در است در همونجا باقی ماندن تا اینکه مشرکین ساحه را ترک کردن رفتن و اینها پایین شدن و باز مشرکین را تا حمراء الاسد بعد از میقات تا اونجا تعقبشان کردن و مشرکین دیگر توانی نداشتن که با اینها دوباره درگیر شوند. اونها رفتن به طرف مکه و مسلمان ها برگشتن به طرف مدینه.